This is my first visit to Afghanistan, and it's an opportunity for us to see what's happening in the field, the job creation that this has done, and the small, relatively small amounts that are being given or granted, let's say, to SMEs, small SMEs, making it possible for them to hire more and to grow. ما از هر نگاه محدودیت برای از اون همیشه وضع بوده. به این لحاظ تصمیم گرفتم که چون یک کسب و کاری که متعلق به خانم‌های و میتونن از این موقعیت در جایگاه متفاوت قرار بگیرن و به استقلالیت مالی دست پیدا کنن، من یک کسب و کار شروع کردم. سرمایه گذاری دفتر UNDP باعث شد که ما بتونیم اون تجهیزات مورد نیاز خریداری کنیم و هم کار خود به صورت حرفه‌ای‌تر پیش ببریم. سقف تعداد کارمندان ما همین فعلا 25 کارمند داریم به ازای 2 فرد که از طرف ایران آمدن که جمع کل 27 کارمند داریم و من خیلی خوشحالم که عزیزانی چون همکاران دفتر UNDP و اتحادیه اروپا به کنار خود داریم و ما میتونیم به یک عزم راسخ و با یک قدرت محکم‌تر پیش بریم و بتونیم بیشتر انگیزه بگیریم و با فعالیت‌های خود ادامه بدیم. And it's been an amazing opportunity to see that the projects that we're doing also allowing women to work and also allowing women from returnees as well, employing returnees. For us, it's been an eye-opening experience to make sure that this goes in line with what we want to do in the future. تقریباً 1 ماه و نیم از ایران اومدم. وقتی که اومدم نیاز به یک کاری داشتم. توی این کارگاه کار میکنم، خرج خانواده‌مون رو در میاریم. بله قطعاً خوشحالم که میتونم به خانواده‌ام کمک کنم. بعد اینکه یه بار سنگینی رو از رو دوش خانواده‌ام بردارم. So this has been really great, and I would like to thank the UN organizations for the opportunity to see this, and look forward to see in the future how we can continue working and making the private sector thrive in Afghanistan.